من مجدد سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان که تازه اضافه شدن. همونطور که احتمالا حالا خبرهاش رو شنیدید، ما طی روزهای آینده پدیده بارش شهابی رو داریم. از همین رو من دعوت میکنم از آقای سعید مذهب، استاد عزیز و قدیمی من و چندی از دوستان که برامون در این رابطه صحبت کنن و یه مقدار ما رو آشنا کنن. بفرمایید استاد. سلام مجدد، ممنونم از لطف شما. خب من یکم تنظیماتمو تغییر بدم. الان باید بیام، تصویرم باید بیاد کم کم. تصویر من اومد. سلام، شبتون بخیر، امیدوارم خوب و خوش و سلامت باشید. لطفاً با این اموجی هایی که در دسترستون هست به من بگید که صدا، تصویر، اینا همه چی اوکی آیا؟ مرسی، ممنونم، متشکرم. خب من یه اشتراک تصویر هم باید با شما عزیزان داشته باشم دیگه. خب الان این هم داره تلاشش رو میکنه که آپلود شه و بله، الان تصویر لپتاپ منو دارید، تصویر خود منو دارید، صدا رو هم که احتمالاً دارید. بسیار عالی. خب خیلی ممنونم از خانم بسطامی عزیز و بقیه دوستان انجمن نجوم خوارزمی، عزیزانی که من همیشه دورادور فعالیتاشون رو میبینم و کیف میکنم که انقدر انسانهای پر انرژی هستن، انقدر مفیدن. امیدوارم که همیشه همینطوری ادامه بدن در تمام مراحل زندگیشون. من سعید مذهب هستم و قراره که امشب 1 ساعتی مزاحم گوشاتون بشم و چشاتون درباره بارش‌های شهابی باهاتون صحبت بکنم. امیدوارم که برای شما علاقه‌مندان به نجوم اطلاعات خوبی داشته باشم، بتونید اطلاعات رو استفاده بکنید و بعداً به کار بگیرید، جذابیت بارش‌های شهابی رو بتونم براتون بیشتر بکنم. داستان بارش‌های شهابی از کجا شروع میشه؟ از اون جایی شروع میشه که یه چیزی تو فضا خورد میشه. این چی شد؟ آها، مرسی. این پیام که میدید من بلافاصله باید ببینم، به خاطر همین یه لحظه توجهم جلب شد. داستان از اونجایی شروع میشه که یه چیزی در فضا خورد میشه. حالا این خورد شدنه با مکانیزم های مختلفی ممکنه اتفاق بیفته. عمدتاً اینجوری این اتفاق میفته که یک چیز خیلی بزرگ، یک کوه یخی خیلی بزرگ، وقتی ما مثلا میگیم کوه، دیگه تهش تصورمون شاید اندازه کوه دماوند باشه، ولی چیزی که من دارم ازش صحبت میکنم شاید 10 برابر 20 برابر کوه دماونده. یه چیزی اندازه کوه 10-20 برابر کوه دماوند، متشکل از کلی یخ و سنگ و مواد اینچنینی، در فضا معلقه. کجا بیشتر این چیزها معلقن؟ در فاصله خیلی خیلی دور از خورشید، ورای مدار نپتون، جایی که حدوداً پلوتو قرار گرفته. این تکه سنگ های یخی و سنگی بر حسب اتفاق ممکنه یکیشون راه بیفته بیاد به سمت خورشید حرکت بکنه. همونطوری که داره میاد به خورشید نزدیک بشه، بلایی که سرش میاد اینه: از یه حدی که به خورشید نزدیکتر میشه، گرمای خورشید باعث میشه که یخهای این سنگ ابرجثه شروع کنه به تبخیر شدن و یخها که تبخیر میشه، سنگها هم رها میشه توی فضا. ما این پدیده رو، همچین چیزی رو من الان میتونم به تصویر بکشم. این داستانیه که الان دارم واسهتون تعریف میکنم. از یه حدی که این سنگ ابرجثه ما به خورشیدی که اینجا قرار گرفته نزدیکتر میشه، اصطلاحاً دنباله دار میشه و دنبالش تشکیل میشه. دنباله هم معمولا میگن 2 جور دنباله داریم، یه سری یونی، یه سری گازی، خیلی الان مورد بحث ما نیست. خلاصه اینکه یه دنباله‌ای تشکیل میشه و وقتی این دنباله تشکیل میشه، یخها دارن تبخیر میشن و پخش میشن تو فضا و تکه سنگ های ریز 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 هم داره توی فضا معلق میشه. این تکه سنگ ها معمولا اندازه واقعا شنه و ریزن، خیلی ریزن. مثلا دیگه خیلی بزرگاشون شاید اندازه نخود لوبیا عدس باشن. خیلی تک و توک ممکنه توشون پیدا بشه سنگی که اندازه مثلا
یه پرتقال باشه و خیلی 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 نادره تکه سنگی بین همه این تکه سنگ ها که شاید مثلا ابعاد یک ماشین باشه دیگه. خیلی هرچی ابعاد رو بزرگتر میکنیم خیلی احتمالش کمه که وجود داشته باشه، به خاطر اینکه اینها جدا جدا که میشن به شدت خورد میشن، بعضا با هم برخورد دارن، این برخوردها باعث ریزتر شدنشون میشه و به این ترتیب این دنباله داره میاد و میره واسه خودش و از این دنباله دار کلی قطعات ریز 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 در فضا به جا میمونه. ما اصطلاحاً به این قطعات ریزی که در فضا به جا میمونه و روی همون مدار دنباله دار هنوز هم داره حرکت میکنه ها، ولی خب بی‌نظمیش خیلی بیشتره، به اون نظمی که دنباله دار اومده رفته نیست. این قطعات یکی داره یه ذره بالا میره، یه ذره پایین میره، یکی یکم داره کج و معوج میره. بعضا اینها این قطعات سنگی ممکنه تحت تاثیر گرانش دیگر سیارات مسیراشون متفاوت بشه و این خلاصه شروع میکنن تقریبا توی یک مسیری دور خورشید دوران کردن و این دنباله دار ممکنه که هر مثلا 100 سال 200 سال یه بار دوباره بیاد همین مسیر رو طی کنه و دوباره این سنگ های باقی مونده رفرش شن، دوباره تجدید قوا بکنن، تعدادشون دوباره زیاد بشه و اینا همینجوری تو فضا میمونن. ما به این سنگ های ریز ریز که در فضا قرار گرفتن اصطلاحاً میگیم شهاب واره. یعنی الان تا اینجا ما 2 تا اصطلاح یاد گرفتیم با هم، یکی دنباله دار بود، من اینجا می نویسم اسمش رو، و دومین چیزی که الان با هم دیگه یاد گرفتیم اسمش شد شهاب واره. این قطعات ریز ریزی که توی فضا به جا میمونن توی مسیری که دنباله دار طی کرده. اتفاقی که میفته اینه، الان من زمین رو، یه دکمه داره این سایت رو هم بذارید واسهتون آدرسش رو بنویسم اگر دوست داشتید چه الان چه وقت دیگه ای از این سایت دیدن بکنید، خیلی سایت جذابیه. زمین داره تو مدارش به دور خورشید میچرخه خب و هر سال در تاریخ‌های مشخصی داره از بین این توده‌های سنگی عبور میکنه و اتفاقی که میفته اینه وقتی که نزدیک این توده‌های سنگی میشه، این سنگ‌های بسیار بسیار ریز تحت گرانش زمین قرار میگیرن و شروع میکنن به سقوط کردن روی زمین. وقتی اینا سقوط میکنن به سمت زمین سرعتشون خیلی زیاده، سرعتشون تو اردر 3000 تا 4000 متر بر کیلومتر بر ثانیه است، متر نه، کیلومتر بر ثانیه است. عددهای خیلی بالاییه سرعت‌های اینا. وقتی وارد جو زمین میشن، فرض کنید تو خلأ بودن، هیچ ماده‌ای هیچ چیزی مزاحم اینا نبوده و یهو اینا وارد جو زمین میشن. اگه بخوام شدت سختی که اینا تحمل میکنن رو واسهتون متصور بشم، مثل این میمونه که شما داشتید یه جای خیلی خوبه، خیلی مسطح، خیلی بدون استحکاک داشتید اسکی میکردید، بعد یهو وسط مسیر اسکیتون میخورید به یه جای پر از سنگ و کلوخ و میخورید زمین و کشیده میشید روی زمین و درد خیلی زیادی آدم احساس میکنه. نه این تکه سنگ ها هم دقیقا همچین بلایی سرشون میاد، وارد جو زمین میشن، استحکاک خیلی خیلی زیادی رو متحمل میشن و این استحکاک باعث میشه اینا بسوزن توی جو زمین، میسوزن و چیزی که در عمل ما از این سوختن میبینیم همچین منظره زیبایی که بهش میگیم شهاب باران. پس یه اصطلاح دیگه ای که الان میخوایم با هم دیگه در موردش صحبت بکنیم مفهوم شهاب هستش. اینهایی که داریم تو آسمون الان میبینیم عملا شهابن. شهاب چیزی نیست که ما دستمون بهش برسه، لمسش بتونیم بکنیم. شهاب اون نوریه که تو آسمون داره تشکیل میشه. همونطور که گفتم تعداد خیلی خیلی کمی از این شهابواره ها، درست بگم، تعداد خیلی کمی از این شهابواره ها ممکنه اندازه های بزرگتری داشته باشن. بعضا ممکنه توی همچین منظره‌ای که ما داریم میبینیم، این ردهای شهاب تون تون میان رد میشن، شما یک شهاب خیلی عجیب غریب پرنور ببینید. مثلا من فکر میکنم چیزی که اینجا داریم میبینیم تقریبا همچین چیزیه که من الان دارم ازش صحبت میکنم.
اصطلاحاً به اینها میگیم یک آذرگوی. آذرگوی در تعریف، بذارید من اسمش رو هم بنویسم، آذرگوی یا فایربال. آذرگوی در تعریف یک شهابیه که چیزی که شما میبینید حتی از سیارات پرنورتره. یعنی شما احتمالا زهره، مشتری، زحل اینا رو توی آسمون دیدید، یه نقطه بسیار بسیار پرنورن که از همه ستاره ها پرنورترن به جز خورشید البته. و این آذرگوی ها شهاب هایی هستن که بعضا از زهره هم پرنورترن، بسیار درخشانن، بسیار زیبا. اینا خب خیلی نادرن دیگه، درسته؟ ولی دیدنشون فوق العاده لذت بخش. ممکنه چند ثانیه گذشتن اینها تو آسمون طول بکشه، به خاطر اینکه تکه سنگ های بزرگتری هستن و طول میکشه که سوختنشون کامل اتفاق بیفته. حتی اگه یه جای خیلی ساکت اگر باشید، ممکنه صدای سوختنش بعد از چند ثانیه به گوشتون برسه. باحالتر از اون، اینا میسوزن بعضن تو آسمون و یه ردی ازشون به جا میمونه. در واقع این تکه های سوخته شده سنگ ممکنه که بعدش باد بزنه بهش در ارتفاعات جو و این باده باعث میشه شما یه دودی رو توی آسمون مشاهده میکنید. منظره فوق‌العاده زیباییه. ممکنه این اتفاق هم بیفته. برخی از این سنگ ها ممکنه ابعاد بزرگتری داشته باشن، شاید اندازه هندونه باشن و تو این اردر اندازه ممکنه با اینکه اینا خیلی میسوزن، در تمام جو میسوزن، ولی باز هم ممکنه به زمین برسن و چیزی که ازشون به زمین میرسه قطعات خیلی ریزی ها، ولی خب ممکنه به سطح زمین برسه و این قطعات بسیار ریزی که به زمین میرسه اسمش میشه شهاب سنگ. پس نباید بگیم بارش شهاب سنگی، باید بگیم بارش شهابی، چون شهاب باران قراره ببینیم. ولی ممکنه از این شهاب باران تعدادی هم شهاب سنگ نصیب زمین بشه. پس شهاب سنگ اون سنگ است که میرید رو زمین پیداش میکنید. اینا خیلی هم ظاهرشون فرق خاصی نداره با ظاهر سنگ های زمینی، به خاطر این خیلی سخت شما میتونید شهاب سنگ رو از سنگ های زمینی تشخیص بدید. عمدتا نیازه که یک کسی که سنگ ها رو میشناسه، تخصصشو داره واسهتون این کار رو انجام بده. ولی خب مثلا چند جا رو کره زمین هست که ما انتظار نداریم هیچ سنگی دیده بشه. اگه سنگی رو زمین ببینیم میتونیم بگیم که احتمال خیلی زیادی این از آسمون افتاده. مثلا قطب شمال. قطب شمال زمین یک اقیانوس یخزده است. اقیانوس منجمد شمالی اسمش دیگه. اقیانوس یخزده شما دارید رو سطحش راه میرید که انتظار ندارید سنگ روش باشه. پس اگه سنگی در قطب شمال کسی پیدا کنه میتونه به احتمال قریب به یقین بگه که این از آسمون افتاده، یه شهاب سنگ. ولی این شهاب سنگ ها واقعا با ارزشن، به خاطر اینکه دارن داستان به وجود اومدن سیارات منظومه شمسی رو از 5 میلیارد سال قبل واسه ما تعریف میکنن. سنگایی که رو زمین داریم هم زمانی که زمین به وجود اومده اینا بودن، اینا تجربه به وجود اومدن زمین رو دارن در خودشون، ولی به شدت دچار فرسایش شدن، بارها ذوب شدن، سفت شدن، بارها دچار خرد شدن و مدام تغییرات این چنینی سرشون اومده. ولی یک تکه سنگی که به عنوان شهاب سنگ داره به زمین میخوره ممکنه 5 میلیارد سال قبل از مریخ جدا شده باشه، از زمین جدا شده باشه، از زهره جدا شده باشه و این تکه سنگ رفته در فاصله خیلی خیلی دور از خورشید فریز شده، انگار گذاشتنش تو فریزر، این همونجوری ذخیره شده، ثابت مونده و حالا بعد 5 میلیارد سال افتاده دوباره رو زمین و خیلی از این جهته که ارزشمنده و مهمه. بعضی هم که دوست دارن کلکسیونش رو جمع بکنن و این باعث میشه که قیمت اینها زیاد باشه و ارزشمند باشه. این داستان تشکیل شهاب و شهاب سنگ و دنباله‌دار و اینها بود. اما به طور خاص اگه بخوام بهتون بگم، این بارش شهابی برساوشی که این روزها خیلی نقل مجالسه و همه آدم ها دارن در موردش صحبت میکنن، باقی مانده های دنباله‌داری به نام دنباله‌دار سویفت تاتل هستش. این دنباله‌دار، این مسیری که دارید میبینید، این مسیر بنفش رنگ، مسیر این دنباله‌دار. این دنباله‌دار آخرین بار سال 1992 اومده کنار زمین رد شده
و همینطوری که اینجا هم دارید میبینید دفعه بعدی که احتمالاً از کنار زمین عبور خواهد کرد سال 2126 میلادی خواهد بود، یعنی تقریباً 133 سال بعد از گذر قبلیش. در یک مدار بسیار کشیده با دور تناوب 133 سال داره دور خورشید میچرخه و هر یه باری که میاد رد میشه کلی تکه سنگ از خودش به جا میذاره، که دقیقاً این چیزی که اینجا دیدید که چی شد که بنده خدا هنگ کرد یا سرعت اینترنت پاسخگو نیست، که خودتون برید تو سایت ببینید. این چیزی که اینجا با هم دیگه اول صحبتامون دیدیم دقیقاً ذرات شبیه سازی شده یه ذرات این دنباله‌دار بود و داشت داستان همین دنباله‌دار رو واسمون تعریف می‌کرد. تو همین سایت اگر یکم بچرخید خیلی امکانات جذابی داره. مثلا همه بارش‌های شهابی که شما در سال میتونید مشاهده بکنید رو میتونید اینجا انتخاب بکنید و تکه سنگ‌های شبیه سازی شدهش رو ببینید. مدار اون شکل، مدار در واقع اون جسمی که این شهاب ها رو ایجاد کرده، شهاب واره ها رو به جا گذاشته رو ببینید. و چون من الان اینجا خیلی تب باز کردم و سرعت اینترنت هم یاری آپلود همزمان و اینها رو نمیکنه، خیلی من الان نمیتونم بهتون نشون بدم، ولی بعدا خودتون برید تماشا بکنید. نکته دیگه ای که درباره بارش های شهابی مهمه که احتمالاً دوست دارید بدونید اینه که چگونه میتونیم بارش های شهابی رو ببینیم. اساساً دیدن بارش شهابی هیچ ابزار خاصی نمیخواد الا دو چشم بینا و مقداری علاقه و صبر. داستان از این قراره که بارش‌های شهابی همینجوری که توی این تصاویر دارید میبینید اتفاق میافتن و شهاب‌ها همینجوری ویژ رد میشه، اما نه با این نرخی که من واسهتون تعریف کردم. نرخشون خیلی کمتره. گاهی ممکنه که توی تبلیغات تورهای مختلف و برنامه‌های مختلف ببینید که میگن این بارش شهابی، مثلا بارش شهابی برساوشی 100 تا 150 شهاب در ساعت قراره دیده بشه. راستش این یه دروغ بیشتر نیست. یه نرخی، یه عددی وجود داره به نام ZHR. خب مخفف چیه؟ مخفف زنیتال hourly rate. نگاه کنید، من بنویسم عبارتش رو واسهتون. یه پارامتری وجود داره به نام ZHR. که همونطوری که خدمتتون عرض کردم این مخفف زنیتال، فکر کنم زنیتال TH داره، نمیدونم، hourly rate. خب یعنی نرخ بارش ساعتی سرسویی. خب این اسمشه که عمدتا خیلی گمراه کننده است و باعث اشتباه فهمیدن این پارامتر میشه. این پارامتر اساسا برای چی ساخته شده؟ برای این ساخته شده که ما شدت بارش های شهابی مختلف رو با هم بتونیم مقایسه بکنیم. در سال این بارش های شهابی اتفاق میافته، خب با این عناوینی که داریم الان اینجا میبینیم و تاریخ های اوجش رو هم براتون نوشتم، میتونید مشاهده بکنید. برای هر کدوم از این بارش های شهابی ما یک پارامتر ZHR به طور میانگین داریم که اینها سال به سال فرق میکنه. مثلا همین الان اینجا چیزی که داریم مشاهده میکنیم برای بارش شهابی برساوشی عدد 75، ولی امسال حدود 100 تخمین زده میشه. مثلا این سال به سال عددش فرق داره، مثلا امسال چه میدونم حدود 100. خیلی ابزار جالبی برای نوشتن نیست انگار این چیزی که من دارم می‌نویسم. خب اما حدودی همین عددهایی که داریم. برای اینکه بگن هر بارش شهابی اون تکه سنگ هایی که ازش به جا مونده و قرار رو زمین سقوط بکنه چه نسبتی با هم دارن، کدوم بارش شهابی شدیدتره، کدوم بارش شهابی ضعیفتره، این پارامتر ZHR رو ایجاد کردن. ولی اصلا این پارامتر به این معنی نیستش که شما این تعداد شهاب در یک ساعت میتونید ببینید. چرا؟ به خاطر اینکه تعداد شهابی که شما در یک ساعت بتونید ببینید، مثلا من اسمش رو میذارم
n. خب این n تا شهابی که در هر ساعت شما میتونید ببینید به پارامترهای مختلفی بستگی داره. خب مثلا به چیا بستگی داره؟ الان بهتون میگم. این چرا اینجوری شد؟ خط صاف قرار بود باشه. خب این n به چیا بستگی داره؟ مثلا به این بستگی داره که آسمان بالا سر شما چقدر شفافه، چقدر آسمان بکریه، چقدر به دور از آلودگی نوریه. پس آلودگی نوری یکی از عوامل تاثیرگذار در اینه که شما چه تعداد شهاب میتونید ببینید. یه پارامتر دیگه این که چقدر از آسمان بالا سر شما در دسترس برای دیدن. شما اگر برید زیر یه آسمونی که پر از ابر باشه، 20% آسمون رو ابر اشغال کرده، آیا به همون تعداد شهاب میتونید ببینید که توی آسمون خیلی با افق باز میتونید ببینید؟ پس یه پارامتر دیگه ای که تأثیر گذاره میتونیم بگیم چی اسمشو بذاریم؟ مثلا درصد پوشش آسمان. اینکه چقدر از آسمان در دسترس شماست. به عوامل مختلفی هم بستگی داره. یعنی خود این میتونه دلایل مختلفی، ممکنه کوه باشه، ممکنه غبار محلی باشه که یه بخشی از افق شما رو پوشش داده، ممکنه آلودگی نوری شهرهای اطراف باشه، مثلا گنبد نوری ناشی از تهران، اطراف تهران اگه بخواید بارش شهابی رو ببینید خب خیلی قابل توجه، یه بخشی از آسمون شما رو پوشش میده. دیگه به چی بستگی داره؟ یه پارامتر دیگه‌ای که بهش بستگی داره ارتفاع کانون بارشه که اینو الان خدمتتون میگم یعنی چی. و همین تقریبا همین چیزاست. حالا ممکنه در عمل بازم ما بتونیم یه سری پارامترهای دیگه هم لحاظ بکنیم، مثلا اینکه چشم انسان چقدر دقیقه، اینکه چقدر از کل آسمان جلوی دید من قرار گرفته. من که وایسادم مثلا رو به شرق دارم آسمون رو نگاه میکنم، خب کل آسمون که جلوی دیدم نیست، ممکنه پشت سرم یه شهاب بزنه و نبینم. ولی فرضمون حالا بر اینه که طرف خوابیده رو زمین تمام آسمان رو داره میبینه، یا مثلا چند نفرن که دارن کل آسمون رو با هم دیگه مجموعا میبینن و دارن n تا شهاب در ساعت میخوان ببینن. و بله اون وقت این تعداد nی که میتونیم ببینیم به پارامتر ZHR، این که چقدر شهاب بارانتون قوی هستش، هم بستگی داره. این پارامترها تعیین میکنند که شما چه تعداد شهاب ببینید، که اگه بخوام حتی ارتباط ریاضیشون رو هم براتون بنویسم، ارتباط ریاضی دارن و این شکلیه که سینوس ارتفاع بارش ارتفاع مثلا رادیانت بهش میگن. این کانون بارش رو الان بهتون میگم یعنی چی. این ضرب در ZHR تقسیم بر این F که F در واقع همین درصد آزاد بودن آسمونتونه. این که مثلا اگر 10% آسمونتون پوشیده شده، خب این F میشه 90، 10% یعنی 9 دهم میشه، 10% پوشیده شده. و دیگه چی داریم؟ یه چیزی هم داریم R به توان 6.5 منهای L، که حالا اینا ممکنه یه مقداری تعاریفشون تخصصی باشه. این LM در واقع اسمن قدر حدی آسمانه، یعنی کم نورترین ستاره‌ای که شما در آسمون میتونید ببینید چه روشنایی داره. این بهش یه عددی نسبت داده میشه به نام قدر که شما میتونید تو این رابطه بکار، و کل اینا اون وقت داره تعیین میکنه که شما چه تعداد شهاب ببینید. خلاصه اینا رو بخوام بهتون بگم، همین بارش شهابی برساوشی با همین ZHR 100 یا حتی 150 هم بخواید در نظر بگیریم، امسال حدود انی که واسش میشه محاسبه کرد حدود 20 تا 30. 20 تا 30 عدد کمی نیست، یعنی شما در ساعت میتونید 20 تا 30 شهاب ببینید. خب و میدونید چرا عدد کمی نیست؟ چون شما یه ساعت آسمون رو نگاه کنید دارید 20 تا 30 تا میبینید، ولی شما یه شب رصدی میرید آسمون رو نگاه میکنید و 5 ساعت 6 ساعت چشم میدوزید به آسمون و اون وقت ممکنه 180 تا 200 تا شهاب ببینید. و قول بهتون میدم که 200 تا شهاب
به اندازه کافی کیف داره که شما از دیدن شهاب سیراب شده باشید. خب پس اینو حواستون باشه که این اشتباه رایجیه که بیان میشه، ولی اصلا قرار نیست اینجوری باشه. و همین هم حتی باعث میشه، همین حرفایی هم که زدم باعث میشه که تمام این بارش‌های شهابی مختلفی که وجود دارن ارزش این که شما واسهشون برنامه ریزی کنید برید ببینید نداشته باشن. بین تمام این بارش‌های شهابی 2 تا بارش شهابی بیشتر از همه برای مای ناظری که در ایران قراره آسمون رو رصد بکنه ارزش رصدی داره. یکی این بارش برساوشیه و یکی هم بارش جوزایی. مثلا بارش ربعی هم شما میبینید ZH خیلی زیادی داره، ولی به خاطر بقیه شرایطی که بهتون گفتم و به طور خاص این کانون بارشی که الان هنوز داستانشو تعریف نکردم، این بارش جوزایی ربعی خیلی ارزش خاصی برای دیدن نداره توی ایران. یعنی اگر رفتید این حوالی این تاریخ ها پا شدید رفتید رصد، خوبه، آسمون هم ببینید، شهابایی که رد میشه دیدنشون خالی از لطف نیست، ولی ارزش این که واسهشون برنامه ریزی کنید بریم شهاب ببینیم نداره واقعا، چون تعداد خیلی کمی نصیبتون میشه شهاب. و متاسفانه خیلی وقتا دیده میشه که برای تک تک این برنامه ها و برای تک تک این بارش های شهابی آدم ها دارن برنامه های رصدی میچینن و تور برگزار میکنن، ولی خب مخاطب چیز خاصی نخواهد دید. این از این. نکته که باقی میمونه و میخواستم بهتون بگم بحث کانون بارشه. توی همین شکل اگر دقت بکنید این عکس شاید بگید خب پس اگر قرار ما ساعتی 20 تا 30 تا ببینیم پس این عکس چجوری گرفته شده؟ این عکس اصطلاحاً یک عکس استکه. این عکس حاصل چندین عکس که گرفته شده با نوردهی های مثلا 30 ثانیه 1 دقیقه یا حتی بیشتر، اینها رو همدیگه افتاده و فقط شهابهاش رو نگه داشتن و اون وقت همچین چیزی دیده شده. یعنی مثلا برای ثبت همچین تصویری عکاس 1 دقیقه 2 دقیقه 10 دقیقه آسمون رو نگاه نکرده، شاید 4-5 ساعت نگاه کرده و حاصلش شده این. حواسمون باشه گوله اینجور چیزها رو هم نخورید. اما همه این شهاب‌ها رو وقتی شما دقت میکنید و نگاه میکنید به نظر میاد که همه اینها از یک نقطه این وسطا نشأت گرفتن، انگار از نقطه این وسطا اینا جدا شدن، پراکنده شدن. بعضن میگن که انگار اینجا یه چیزی ترکیده این شهاب‌ها پخش و پلا شدن، در حالی که اینجوری نیست. شهاب‌ها توی این نقطه اتفاق خاصی براشون نیفتاده. شهاب‌ها خرد بودن، تیکه تیکه شدن، اینجا انفجاری صورت نگرفته که همشون پراکنده شده باشن تو آسمون. در واقع قضیه از این قراره. وقتی که ما احتمالاً هممون این تجربه رو داریم که همچین منظره‌ای رو تو زندگیمون ببینیم. وقتی که وسط ریل قطار وایسید میبینید که این ریل های قطار میرن اون ته به هم میرسن. علتش هم خیلی ساده است، پدیده پرسپکتیو. اینجا من این قلم رو نزدیک دوربین که قرار بدم شما طول زیادی از این قلم میبینید و وقتی دورش بکنم از دوربین شما طول بسیار کمی از همین قلم میبینید. و ریل قطار هم این 2 تا نوار فلزی که وجود داره اینا با همدیگه کاملا موازی و فاصله شون یکیه، ولی وقتی که داریم به دوردست نگاه میکنیم اون دوردست اینها فاصله شون کمتر به نظر میرسه و انگار که از این نقطه این ریل ها نشأت گرفتن. درسته؟ حالا ریل یک پدیده‌ای رو سطح زمین. شهاب باران وقتی اتفاق میفته شبیه همین ماجرا داره از آسمون به سمت ما میاد. یعنی من اگر بخوام اینجا یک شکلی براتون بکشم و روی این توضیح بدم، این مثلا زمینه، خب، و این قطعات شهاب واره که با هم در موردش صحبت کردیم، تکه سنگ هایی که در فضا معلق بودن به خاطر گرانش زمین دارن سعی میکنن به سمت زمین حرکت کنن و اینا همه‌شون با هم دیگه موازی هن. کاملا با هم موازی هن و دارن به سمت
مایع ناظر زمینی که اینجا وایستادیم دارن حرکت میکنن. ریل های مختلفی اینجوری 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 انگار در برابر دید ما قرار گرفته و ما میبینیم، احساس میکنیم که انگار یک نقطه ای از آسمون هست. این مثلا منظره که ما داریم میبینیم، یک نقطه ای از آسمون انگار هست که این شهاب ها همش ازشون از اون نقطه نشأت گرفتن، این شکلی این شکلی این شکلی. درسته؟ و همچین منظره زیبایی رو واقعا میتونیم ببینیم. حالا اینکه این نقطه کجای آسمون قرار گرفته، اون ناحیه از آسمون اسمش چیه، به نام چه صورت فلکیه، باعث میشه که ما یک شهاب باران رو به اون نام بشناسیم. مثلا شهاب باران برساوشی به خاطر این به برساوش شناخته میشه که اون نقطه شهاب باران، اون نقطه کانون بارش اصطلاحاً، اون در صورت فلکی برساوش قرار گرفته. و حالا خیلی واضح میشه که تک تک این صورت‌های، تک تک این شهاب باران ها اسمشون رو از کجا آوردن. شلیاقی و بعضی از شهاب باران ها چون در یه صورت فلکی مثلا 2 تا داریم، نزدیکترین ستاره به اون نقطه رو اسمش رو گذاشتن. اتای دلوی، دلتای دلوی، اینها 2 تا منشأ متفاوت دارن، برساوشی، جباری و الی آخر. یه دونه ربعی داریم که شاید بگید که خب ما صورت فلکی ربعی نداریم. این ربعی یک صورت فلکی قدیمی که امروز منسوخ شده، جایی تقریبا حوالی دو اکبره که دیگه امروزه اصلا این ناحیه رو به اسم صورت فلکی ربع نمیشناسن. نگاه کنید تو آسمون، من اگر بخوام بهتون نشون بدم، شما تو نرم افزارهای نجومی هم میتونید این نقاط رو عملاً ببینید. و مثلا من صورتهای فلکی رو روشن میکنم به این صورت، اینا صورتهای فلکی هن. و دیگه اینجا یه آپشن دیگه هم داشتیم، ببینم رادینت فارسیه، رادینت سرچ کنم چیزی واسه من میاره. خب پس شاید توی همین آپشن باید من اینه که استروید و کامتس ها رو میخواد نمایش بده. نه اینا رو نمیخواستم. یه لحظه، من اگه بتونم پیداش کنم که خیلی خوب میشه، اگه نه که دیگه بیخیالش میشه. چیزی که دنبالش بودم و پیدا نکردم. نقاط کانون بارش رو نمایش میده. مثلا همین برساوش که داریم میگیم، بیایم بالا، ایشون صورت فلکی برساوش هستن که اینجا قرار گرفتن، یک ناحیه از آسمون، و تقریبا کانون بارش برساوشی اینجا هست. به خاطر همین شما مثلا شهاب هاش رو که نگاه بکنید انگار همه از این نقطه نشأت گرفتن. هر چقدر در شبی که شما دارید رصد رو انجام میدید، بسته به موقعیتی که شما روی زمین دارید، هر چقدر این کانون بارش ارتفاع بیشتری داشته باشه، شما شانستون برای دیدن شهاب ها بیشتره. به خاطر همین مثلا همین بارش شهابی برساوشی بعد از نیمه شب شانس دیدن شهاب هاش خیلی بیشتره. به خاطر اینکه نگاه کنید ساعت رو اینجا نگاه کنید، از ساعت حدود 11 شب به بعد تازه برساوش طلوع میکنه. نه اینکه قبل از این ساعت شانس دیدن شهاب وجود نداره، نه، شانسش کمتره صرفا، ولی کماکان شانسش وجود داره. من لحظه تصویرم قطع شد، ببخشید. و همین باعث میشه که مثلا بارش شهابی ربعی با اینکه زد4 خیلی بالایی داره ولی خیلی دیدنی نباشه، به خاطر اینکه کانون بارشش ارتفاع خیلی زیادی نخواهد داشت. این یه نکته دیگه. نکته دیگه که دوست داشتم بهتون بگم اینه که وقتی میرید شهاب باران رو تماشا میکنید، واقعا میتونید در علم سهیم باشید. پروژه‌ای وجود داره که در واقع اصلا شهاب رو هیچ دستگاه و تلسکوپی نیست که بشماره.
خب و ما نیاز داریم که سالانه تعداد این شهاب ها رو بشماریم، شهابواره ها و شهاب ها رو، تا بدونیم مثلا یک بارش شهابی خاص داره نرخش زیاد میشه، کم میشه، ساز و کار اینها رو اصلا بتونیم درک کنیم. و سایتی وجود داره به نام IMO که این رو هم واسهتون الان میذارم. چند نفر سوال نوشته بودن من ندیده بودم، ببخشید، الان سوالاتتون رو هم جواب میدم. سایتی وجود داره به نام IMO.net که در واقع International Meteor Organization، سازمان بین المللی فقط مخصوص شهاب و شهابواره و اینجور چیزها، که توی این سایت عملاً رصدگرهای آماتور، یعنی ماها، یعنی کسانی که با ابزارهای حرفه‌ای عجیب غریب رصد نمی‌کنن، با چشم غیر مسلح، با دوربین عکاسی اینا دارن آسمان رو رصد میکنن، اینها گزارشات خودشون رو ثبت میکنن و اصلا اینکه توی یک سال یک بارش شهابی چقدر قوی بوده چقدر ضعیف بوده همینجوری جمع آوری میشه. و این پایین اگر دقت بکنید نوشته که آذرگوی هایی که آدم ها گزارش کردن، از چه کشورهایی گزارش کردن، مثلا 34 تا گزارش در ماه جون، در 11 جون از لهستان و آلمان بوده و همطوری الاخر. همطور که میبینید خیلی جای ما خالیه، خیلی جای ما خالیه توی این گزارش ها و عملا مردم ما اصلا اطلاعی ندارن، در حالی که خیلی کار سختی نیست واقعا با این سایت کار کردن. شما همین صفحه اولش که وارد میشید به راحتی نگاه کنید نوشته ریپورت فایربال. اگر یک آذرگوی خیلی خفنی دیدید، یک شهابی دیدید که رد شد، گفتید واو این دیگه چی بود، این بیاید اینجا ریپورتش کنید، گزارش کنید. میپرسه ازتون چی دیدید، چه ساعتی دیدید، چقدر طولش بود، چقدر نورش بود، هر چی که مشاهده کردید رو میتونید بیان بکنید. یا اگر عکسی گرفتید، ویدیویی ثبت کردید، اینا خیلی ارزشمنده. و مهمتر از همه اینه که شما میتونید بشینید رصد کنید یک بارش شهابی رو و گزارش بدید، بگید من مثلا در بازه زمانی 2 ساعته از ساعت 11 تا ساعت 1 شب در این لوکیشن با این شرایط رصدی و اینها، یکم داره تلاش میکنه بیاد، با این شرایط رصدی و اینها تعداد مثلا 50 تا شهاب دیدم. فرم داره که من الان اگر وارد اکانتم بشم میتونم بهتون نشونش بدم. این فرما رو مثلا تا 24 ساعت بعد از سشن رصدیتون، یعنی زمانی که وقت گذاشتید رصد رو انجام دادید، میتونید بیاید پر کنید، یعنی ارزشش تا اون موقع است، دیرتر نباید پر بکنید. ببینید چندین قسمت داره، آقا جایی که بودید کجاست. مثلا شما میتونید اینجا شهر بزنید و خودش بقیه فیلد ها رو پر میکنه. اینو که کانتینیو بزنید بعدی باز میشه، بعدی باز میشه، بعدی باز میشه و همینطور سوالاتی میپرسه ازتون و سعی کنید با توجه به مشاهداتی که داشتید اینها رو جواب بدید. خب اگه یه کارشناس رصدی همراهتون باشه خیلی راحت تر میتونید این اطلاعات رو وارد بکنید، ولی خب به همین ترتیب میتونید سهیم بشید در علم. کاملا هم جدیه، یه چیز الکی و بیخودی هم نیستش. میپرسن که چرا اینها موازیان الزامن؟ به خاطر اینکه این قطعات سنگی یک حالا تقریب داریم میگیم، واقعیتش هم بخواید انقدر موازی نیستن. خب این قطعات سنگی خیلی ریزن و دارن به سمت زمین سقوط میکنن. مایی که رو سطح زمین قرار گرفتیم عملا انحنای زمین رو حس نمی کنیم و چون ما انحنای زمین رو حس نمی کنیم، شهاب هایی هم که داره به سمت اون میاد انگار که کاملا دارن موازی میان. یعنی اینها هم کاملا موازی نیستن، اینها همشون به سمت مرکز زمین دارن حرکت میکنن، به سمت مرکز گرانش زمین دارن حرکت میکنن، ولی برای مایع ناظر زمینی خیلی این تفاوت زاویه ها اصلا قابل حس کردن و قابل درک کردن نیست. فکر میکنیم که اینا دارن همه با هم سقوط میکنن. من یه سری مثلا توپ بگیرم دستم توی ارتفاعی ول کنم، عملا همزمان با هم موازی با هم سقوط میکنن دیگه. اینا هم همینجوری از ارتفاع خیلی بیشتر. اسم این برنامه چیه؟ اسم این برنامه‌ای که من اینجا باز کردم استاری نایت بود. استاری نایت
مجهزترین نرم افزاری هستش که شما آسمون رو میتونید ببینید و خیلی اطلاعات مختلف رو میتونید ازش استخراج بکنید. خیلی دقیق مثل ساعت هم کار میکنه و قابل اعتماده. احسن. میگن که نور ماه هم میتونه باعث ایجاد مشکل برای دیدن شهاب ها بشه. کاملا درسته. نور ماه اصلا اصلی ترین دشمن دیدن شهاب هاست. به خاطر همین زمانهایی که ماه کامل وجود داره اصلا ارزش نداره ما پاشیم بریم شهاب باران ببینیم، چون چیز خاصی دستگیرمون نمیشه. احتمالا فقط اون آذرگویی های خیلی درخشانی که تو آسمون دیده میشن فقط قابل رؤیت خواهند بود با حضور ماه کامل. اما الان امسال بارش شهابی برساوشی در زمان تربیع ماه داره اتفاق میفته. 21 22 23 مرداد حوالی تربیع ماه هستش. تربیع ماه یعنی وقتی که ماه یه همچین فرمی داره، یه همچین شکلی داره، یه نیم دایره است. خب این نیم دایره حوالی ساعت 10-11 غروب میکنه. تا قبل از غروبش مثلا ساعت 9 تازه آسمون تاریک میشه. تابستونه دیگه، مگه آسمون ول میکنه؟ آسمون همش روزه، طول میکشه تا شب بشه. ساعت 9 فکر کنم نیم 9 و 40 دقیقه اینطورا تاریکی مطلق رو داریم و از اون زمان ما هست تو آسمون. خب تربیع اول هم هستش دیگه. بنابراین حدود ساعت 11 اینطورا ماه غروب میکنه و شما تا قبل از اون حدود 2 ساعت میتونید چیزهای دیگر رو تو آسمون رصد بکنید. این شبها زحل تو آسمون هست، خیلی دیدنیه. خود ماه خیلی سوژه جذابیه. ممکنه شانس خوبی داشته باشید چند تا آذرگوی هم توی این ساعتها ببینید یا شهاب‌های پرنور رو ببینید و الزاماً هم اینجوری نیستش که تا ماه غروب بکنه دیگه حالا آسمون قابل رؤیت. نه، ما ارتفاعش که کم میشه خب خیلی زورش کم میشه و خیلی تأثیرش روی آلودگی نوری ایجاد کردن تو آسمون کم میشه دیگه. کم کم شهاب‌ها تعدادشون زیاد میشه. از ساعت 11 شب به بعد قشنگ تعداد شهاب‌ها به اوجش میرسه و تا صبح میتونید رصد رو انجام بدید و کیف کنید. خب من امسال تور رصدی شخصا برگزار نمی کنم. یه سفر دوستانه داریم میریم بشینیم آسمون رو ببینیم، ولی تور نیست به هیچ عنوان. بخاطر همین اعلام عمومی هم نکردم، ولی الا ماشاءالله داره تور برگزار میشه دیگه. دوستان همکار دارن رصدهای مختلفی برگزار میکنن که میتونید باشون همراه بشید. نمیدونم دوستان انجمن خوارزمی هم برنامه سفری دارن یا نه. اگه داشتن که اولویتتون رو بذارید همراه شدن با همین عزیزان. ولی من برنامه فعلا برای بارش برساوشی ندارم. من از بارش شهابی برساوشی پارسال هنوز خستم و یکم نه کلا این مدت سفرام زیاد بوده، واقعیتش اصلا برام امکان پذیر نبوده که سفر برگزار کنم. ایشالله حالا تو موقعیت‌های دیگه، پدیده‌های دیگه در خدمتتون هستم. دیگه چی میخواستم بهتون بگم؟ اینجا هم یه اینفوگرافی باحالی وجود داره. نه شما هم فرمودن که امسال انجمن هم برنامه رصدی نداره، ولی یه سرچ بکنید تو اینستاگرام، تو تلگرام و این ور اون ور خیلی تور داره برگزار میشه. یعنی فکر کنم فقط من و انجمن خوارزمی هستیم که سفر برگزار نمی‌کنیم، بقیه همه دارن سفر برگزار میکنن. یه اینفوگرافی خیلی ساده که تفاوت دنباله‌دار و شهابواره و شهاب و شهاب سنگ رو داره بیان میکنه. و خب یه چیزی هم این وسط ها وجود داره به نام سیارک. سیارک هم میتونه عامل ایجاد شهاب باران باشه. سیارک ها تکه سنگ هایی هستن که خیلی یخ و اینا دیگه ندارن، تکه سنگن. بعضا تو فاصله نزدیکتری تا ما هستن، تو فاصله بین مریخ و مشتری میچرخن دور خورشید و اینا هم ممکنه با هم برخورد بکنن، تیکه هاشون پراکنده بشه، پخش بشه تو آسمون و همین ماجرا رو برای ما ایجاد بکنه که این هم در نوع خودش جالبه. و نکته آخری که با توجه به زمانی که دارم میبینم میتونم خدمتتون بگم، 2 سایت دیگه میخوام بهتون معرفی کنم که اگر خواستید برید شهاب باران رو تماشا بکنید، در مورد اینکه کجا برید اگر خواستید تصمیم بگیرید، این سایت lightpollution.info که آدرسش رو براتون مینویسم اینجا به این صورت و بذارید یکم سبک بکنم این رو، بلکه
اینم بذارید من ببندم دیگه، باش کاری نداریم، بلکه ایشون لود شه. سایتی هستش که نقشه آلودگی نوری نقاط مختلف زمین رو توش ثبت کردن و گزارش کردن و خیلی مناسب. شما مثل گوگل مپ میمونه، حالا اگر باز نشد که امیدوارم باز بشه، داره تلاش خودشو میکنه. ببینیم آره داره میشه. یه تهدیدش کردم با فیلتر شکن باز شد بلافاصله. این نقشه آلودگی نوری های نقاط مختلف زمینه و همونطوری که واضحه وضعیت تهران اسفناکه. پس انتظار نداشته باشید اصلا توی شهر تهران یا کرج اصلا انتظار نداشتید هیچ چیزی دیده بشید. خب میرسید. ولی اگه خواستید دور بشید از شهر، نواحی که سبز رنگ کم رنگ یا کاملا تاریکه، اینا نواحی خیلی خوبی هستن. توی اینها میتونید انتظار داشته باشید که شهاب باران خوبی رو مشاهده بکنید. و دیگه اگر برید حوالی کویر مرکزی ایران که دیگه بهشت برین آسمانه و میتونید کیفشو ببرید و حواستون باشه که تو تابستون دچار گزیدگی نشید و نکات مربوط به کمپینگ در تابستون رو در نظر داشته باشید. سایت دومی هم که میخوام بهتون معرفی کنم سایت تایم اند دیت که اصلا این سایت علیکم این سایت کلا همیشه برای همه اتفاقات نجومی مختلف یه بخشی داره، کلا کارش زمانه، همه زمانها رو به آدم ها میگه. خب ولی به طور خاص یه بخشی داره مربوط به خورشید و ماه و آسمون و فضا و اینجور چیزا که هر روز هم داره آپدیت میشه و آپشن‌های بیشتری فقط به این تیکه اضافه میشه. که اینجا شما یه بخشی دارید به نام بارش‌های شهابی که این بارش‌های شهابی رو وارد که بشی تک تک بارش‌های شهابی رو توش آورده و مثلا من الان بارش شهابی برساوشی رو اینجا آوردم و داره تلاش میکنه بازش. میبینید یک صفحه نمیدونم به این چی میگن، یک نرم افزار که نیستش، نمیدونم به این جور چیزها چی میگن، اومده نقطه کانون بارش رو نمایش داده و خیلی سیمولیشن جذابی شهاب ها رو نشون میده. اینا شهاب ها همینطوری رندومی ها، همینطوری الکیه، خیلی واقعی نیستش و به شما میگه این پایین، بذارید من بیام بیرون از این حالتش، اینجا داره اتفاقات مختلفی که در طول شب پیش روی شما هست و مهمه رو داره واسهتون میگه. مثلا نگاه کنید اینجا ساعت که من میزنم ساعت 18:49 به وقت ایران در قم که من لوکیشن رو زده بودم رو قم، میبینیم که ماه داره طلوع میکنه. میایم جلوتر ساعت 19:06 خورشید غروب میکنه. تک تک اینها رو تایملاین داره. اصطلاحاً بعد از غروب خورشید یک بازه‌ای داریم بهش میگن شفق سیویل، شفق شهروندی، نمیدونم چجوری میشه ترجمهش کرد. این بازه زمانی همون بازه‌ایه که عکاسا بهش میگن گلدن تایم. آسمون نه تاریکه نه خیلی روشنه، خیلی خوبه برای عکاسی کردن و اینها. یه بازه دیگه ای داریم بهش میگن تاریکی دریانوردی، یعنی دریابانها و کشتیرانها تا این بازه کشتی رو به حرکت در میارن. بعد از این بازه دیگه انقدر تاریک میشه که معمولا به حرکت در نمیارن. شاید الان با تکنولوژی های امروز این کارو میکنن ولی قدیما نمیکردن. و از یه زمانی به بعد بهش میگیم استرونومیکال نایت. خب یعنی دیگه از اینجا به بعد دیگه آسمون تاریک ترین حالت خودشه. اما اینجا در حالتی که آسمون در تاریک ترین حالت خودش قرار گرفته ما ماه رو داریم. خب که من یه ذره بچرخم، حالا یه ذره این تلاش داره میکنه، من ماه رو اینجا نمیبینم. این چون داره امشب رو به من نشون میده فکر کنم. آره 3 آگوست داره نشون میده. حالا میتونید تاریخش رو عوض کنید اینجوری 3 آگوست رو میتونید بکنید 12-13 آگوست، اون شبی که قرار رصدتون رو انجام بدید. و دوباره مثلا اینکه کی ماه غروب میکنه، کی آسمون شروع میکنه روشن شدن، همه اینها رو اینجا میتونید
ببینید و خیلی خیلی سایت خوبیه، نه فقط برای بارش‌های شهابی، خورشید گرفتگی، ماه گرفتگی، هر چی می‌خواستید برنامه ریزی کنید بیاید این سایت یه حرفی واسه گفتن داره بالاخره برای شما. و دیگه چی؟ دیگه من اگر سوالی هست فکر میکنم در خدمتتون باشم تو چند دقیقه پایانی و دیگه بیشتر از این اذیتتون نکنم. اینم بخش مربوط به گرفت‌هاش هستش. داره میگه مثلا ما یه ماه گرفتگی خیلی جزئی 17-18 سپتامبر داریم که این نواحی میتونن ببین. یه خورشید گرفتگی حلقوی داریم که این نواحی میتونن ببین. بهش سر بزنید، سایت فوق‌العاده جذابی. اگر کسی سوال داره میخواد میکروفون بگیره، این آپشن دست بلند کردنه رو بزنه، من بهش میکروفون میدم. یا اگر کسی که سوال نداره هرچی هست بفرمایید، چه تایپ کنید هر جوری که میدونید. ممنونم از توجهتون، متشکرم. خانم بسامی اگر نکته‌ای هست، چیزی هست، ممنون میشم بفرمایید. خواهش میکنم، تشکر میکنم از شما آقای مذهب عزیز بابت توضیحاتتون، مطالب مفیدتون و دوستانی که وقت گذاشتن و کنارمون بودن. ما همواره یاد میگیریم ازتون آقای مذهب. ممنون بابت حضورتون. سلامت باشید، باعث افتخار منه. متشکرم از اینکه منو دعوت کردید، باعث افتخارمه واقعا و خیلی خوشحالم از اینکه این جمع ها شکل میگیره، آدما علاقه‌مندن، وقتشون رو میذارن و امیدوارم که واسه شون مفید واقع شده باشه. ممنونم، لطف دارید. خسته نباشید شما و دوستان عزیز. سلامت باشید. شب همگی بخیر. ممنونم ازتون. خدا نگهدار.